جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. شیطان واقعی دیدی صدای اذان تفلکای مردم مسلمان گرجستان دیدی. انشاءالله الرحمن این روزا نزدیک است که مردم تاجیک این طور اذان گویند، این طور آزاد باشند، این طور آمده با صدای بلند اذانشان را گویند. این روزا نزدیک است. تو کافر مطلق را ما با 400 مغول و منقید و کیفه اعمال خود میرسانیم. روزای نزدیک دشمنای الله، دشمنای رسول الله، کودکا از 5 ساله تا 10 ساله 15 ساله میگه اینجا نماز میخوانن میبرون میرون. شما دشمنای ملت تاجیک تا 18 ساله یعنی وقت پیر بوزبنده میشود، بعد میرود جاهل و نادان میشود، زیناکار میشود، نه پدرش پسند میکنن نه مادرش پسند میکنن، یعنی به ایمان میشود، رنگ رحمانف و اولادش. ما انشاءالله حتی تفلکای 3 ساله اجازت میدهیم بعد این بدبخت برا کردن و مسجد برن پدر و مادرشون. 35 سال رقص و بازی دیوانه کردن، یک قدم پیش نرفتیم. تنها ما با دین اسلام، با دین مقدس اسلام پیش میرویم، نه اینکه با دین این شیطانی که دولت های مسلمان ها میرود خودش مسلمان میگیرد، دولت های خریستان ها میرود خودش خریستان میگیرد، دولت یهودی میرود خودش یهودی میگیرد. این ملت ندارد. میبرد میگوید که آدم کشا یعنی ملت ندارن. آدم کش خودی تو هستی رحمانو، نه ملت داری، نه دین داری، نه صاحب داری. یک بی صاحب آدم هستی تو. خدا لعنتت کند. هموطنان عزیز، به خاطر همین کودکا پخش مستقیم کردیم دیدیتان. یک دولتی که دولتی خریستانی هستند، تمام مردم مسلمان آزاد گذاشتگن، میبرویند نماز میکنن، مسجد میبرن میرن، هیچ کس از هیچ کس کارش نیست. سبحان الله. اینا ما مسلمانیم گفته مردم تاجیک ظلم و ستم دارن در ماه شریف رمضان. خدا لعنتتان کنه. روزاتان کم موندگی است. انشاءالله روزی سرنگونی شما دشمنای ملت تاجیک خیلی کم موندگی است. حتما سرنگون میشویتان. دینی ما آزاد میشود، مادر و خواهری ما آزاد میشود، برادرای ما آزاد میشود. همه زندگی بهترین را از نو انشاءالله رحمان برپا میکنند. همین بود هموطنان عزیز. اینجا ملت ها هر قیدن یعنی لفظشون دیگر است. بیشتر ما پخشی مستقیم کردن نمیتوانیم. امید داریم که فهمیدید تا مقصدی ما که ما با کدام خاطر پخش مستقیم کردیم. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.